سلام دوستان، خوش اومدید به کانال بیتوکس فشن و اینجا ما میخوایم براتون یه سرور کامپینگ وایرگارد درست کنیم. روی فیلترچکن روشن میکنیم که فرقی نداره چی باشه، فقط بشه که سایت رو باز کنه. میرین داخل تلگرام، از کانال من این سایت رو میگیرید، داخل روی چیز میزنید، میرید داخل کروم در اینجا یک کلمه استارت داره، استارت که میزنید میرید داخل برنامه. داخل برنامه که رفتید اسم کامپینگ رو میخواد و اپراتورش رو باز چی باشه، وی آی پی باشه، گلد باشه یا سیلور باشه، که ما اینجا اسم کامپینگ رو میزنیم، همراه اول انتخاب میکنیم اپراتور رو و وی آی پی میزنیم. اینجا من یکم مشکل داشتم با اسمش که این کامپینگ ها TXT و اینو باید داخل برنامه زد آرشیو ببرید و اونجا TXT شو پاک کنید. من اینجا یکم مشکل داشتم، اسمش هم اشتباه زده بودم، بیتوک دو تا بیتوک زده بودم، نمیشد دوباره بزنم، به خاطر همین بیتوک وایتی زدم اسمشو، که اینجا میبینید بیتوک وایتی اسمو سلکت میکنید و وارد برنامه میشه. اینجا میزنید روش. اینجا سرور رادارم براتون وصل کردم که پینگو پایین میاره، خودتون هم خواستی میتونید بگید که براتون DNS نسل 6 بذارم. ممنون، خدا نگهدار.